خب یک نفر سوال داده است محترم کبیری، تا کی باید انتظار شویم؟ سوال دو، شما عاید جسماً تاثیر رساندن بر رژیم یگان نقشه دارید یا فکرش را کرده؟ من انتظار شدن رو این برادران از ما و شما وابسته است. اصلا چرا باید انتظار شویم؟ چرا باید انتظار شد؟ صبر انتظاری تا کی؟ ظلم که دیگه انتظاری ندارد، شکنجه انتظاری ندارد. ما از حاضر یعنی فردا همه بگن امام علی رحمان بس. خب این برای چی باید انتظار شویم؟ ما نمیگیم فردا بیا در میدان بیل و کلند بگیر برای آزادی مبارزه بر. حداقل بگو بس، دزدی بس، ببرقی بس، راه پولکی بس. همین بس رو یک مرتبه بگیم، تجربه کنیم، بسنجیم که آیا میتوانیم بس گفته یا نه. اگر بس گفته توانستیم، خب قدم بعدی رو میمونیم. اما وقتی که بس گفته نمیتونیم، استاپ گفته نمیتونیم، با صدای بلند در دوشنبه، در الماتا، در مسکو، در برلین، در همه جا، خب باز دیگر قدم بعدی چی رو مونیم؟ یعنی من ساده ترین کار را گفته ایستادم که نه زندانی میشود آدم، نه شکنجه میشود، نه اصلا هیچ نیاز به خستن و به کوچه است. بنویس در همون صفحه توییتر است، فیسبوک است، یوتیوب هست، شعار در مثلا پروفیلت مون، بس تمام، استاپ. بعد ببینیم قدم بعدی چی. آیا جسمان فیزیکی؟ بله، همین ببینید صدا بلند کردن این تاثیر رسانی فیزیکی است. خانواده زندانی میرود پیش یک سازمان بین المللی، پیش اپارات پرزیدنت نامه میزند، این تاثیر رسانی فیزیکی است. تاثیر رسانی فیزیکی نیست که فقط ما بگیم دست به سلاح شویم و در خیابان یا در کوه بگردیم. نه، اگر لازم شد، چرا نه؟ اگر لازم شد بله به خیابان هم میرویم. اگر لازم شد با اون رسیدیم، بله از خود. اگر که حکومت فشار آورد و تجاوز کرد و شکنجه کرد و سلاح به دست گرفت علیه مردم، بله از خود دفاع میکنیم دیگر. به این نمیشود برادران. ما این نیست که تا آخر حیات از این دنیا همچنین یک گویا به نام آدمان صلح دوست و حالا ما هیچ کس نگوید که فلانی دست به خشونت زد. نه، چرا یک گروه برای قدرت، برای پول، برای شکنجه کردن مردم دست به خشونت بزند؟ او روا؟ برای 30 سال 40 سال یک خانواده حاکمیت کردن هر نامعقول کند او روا؟ ملت از خودش دفاع کند، میدان بیاید، اگر هجوم به او شد از خودش دفاع کند، این خشونت، این ناروا باشد؟ نه برادران، این نباید این خیال ادامه پیدا کند و قبول شود.